آقا این دیویده. دیوید از محل کار میاد خونه، خیلی خسته و کوفته، کتشو در میاره. کتشو دقیقه نگهدار، کتشو نگهدار. دیوید اینجاست. خب دیوید شروع میکنه به کار کردن، اینترنت یه چرخی میزنه، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، یه مقدار ترید میکنه، بعد میره بیرون، بعد میاد کافه میخوره، میخواد روز شغل بالاخره خسته است همینجوری بگذرونه. میاد بیرون، سوار ماشینش میشه. سوار ماشینش که میشه میره ماه، میره کره ماه، اونجا واسه خودش داره میچرخه. بعد از اون طرف میره کره مریخ، میره بیرون، میره این طرف اون طرف. سوال من اینه که دیوید یک کاراکتر واقعی یا واقعی نیست؟ واقعی نیست. احسنت. چرا کتشو واسه کتشو خب چرا نگه داشتی؟ کل کانسپت حرف من همینه. خیلی وقتا خیلی چیزها رو به ما میگن که از پایه صحیح نیست، ولی چون یک داستانی داره، یک چیزی شرح داده میشه، ما میایم آخر سر نتیجه رو میپذیریم و نگاه میکنیم آقا من یه عمر اینو تو دستم نگه داشتم، مثلا کته آقا واقعی نبود. اینها چون با داستانهای مختلف توی زندگی ما برای ما بیان شده، ما این کته رو همچنان تو ذهنمون داریم نگه می‌داریم. الان من به رضای گلچنی بگم این کت چرا نگه داشتی واقعی نیست، میخنده. ولی اگر 10 سال این کت رو نگه داشته بود، باورش میکرد که این کت واقعا هست. حالا سوال اصلی اینجاست که چند تا از نمیتونم های زندگیت واقعیه.